اینجا استفاده خواهد برد. ورزشگر جوان امیدبخش تاجیک شهباز سید ابرارов ورزشگر 21 ساله از سمت چپ با لباس‌های سفید است. حریف او باشد اولگ وریدیابا ورزشگر اوکراین 20 سال دارد. پرتاب اول از سوی ورزشگر ما بود. در همان لحظه که فرصت موافق پیدا کرد توانست که با سمت راست حریف را پرتاب کند. ورزشگر اوکراین از لحاظ داشتن قامت بلند و از لحاظ قدرت فیزیکی بیشتر احتمالیت فرق کردن، ولی شهباز و زری بگیرد و زری همین ترتیب امتیازی که میتواند برای شهباز در صورت انجام شدن وقت اساسی و مرحله بعدی برود. دست او را ورزشگر ازبکستانی در رقابت قبلی در مرحله چهارم نهایی لت داده بود. همان اصول کرکدیل را که اجرا کرد دست شهباز لت خورده بود. از همین سبب برای اگرچه یک اصول بسیار خوب اجرا کرد و وزر گرفت، ولی حریف او به همون سمت نسبتا ضعیف حمله کرد و به همین شیوه او نتیجه را افزود و یک وزر امتیاز جواب گردانید و شهباز هم در حال اجرای فن هست در مقابل یک ورزشگر پرقوت اوکراین. ورزشگر اوکراین اگرچه 20 سال دارد ولی او اشتراکچی بازی های المپی نورسان در بوینس آیرس ارژانتین در سال 2018 هم است. در آنجا با گرفتن زینه سیوم شرف یاب شده است. ورزشگر اوکراین با سبب فالشاتک یا هجوم دروغین به شهباز سید ابرارov یک کارت زرد، یک اجرای اصول دیگر شهباز را میتواند در مرحله حساستر قرار بدهد و ببینید چی شکل یک اصول پایزنی را استفاده کرد. شهباز واقعا تعادل حریف را بسیار خوب پیخست کرد. همان موازنت که روی پای راستش بود و اجرای فن را میخواست بکند و به همان پای دیگرش یک پایزنی کرد. این بود یکی از جهت هایی که از اصول حریف رها جست شهباز و باز اکنون ببینه به کدام سمت مقابل، ولی زیدی حمله از سوی ورزشگر اوکراین. 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی و اجرای فند خوب. کنترل حریف به تخت پوش تواند 10 ثانیه میتواند وزر دوم و وزت ایپون. با این میگن قدرت و متانت. همین ترتیب شهباز توانست که 10 ثانیه دیگر خوشبختانه یک حریف قدرتمند و از لحاظ جسه بزرگ خود را مغلوب کند. اگرچه وزن اینها به نظر میرسد که برابر باشد، ولی از لحاظ جسه ورزشگر اوکراین الک نسبتا ببینید بزرگتر است. شهباز سید ابرارov در مرحله به دست آوردن نشان برنجی قرار دارد. دوستان عزیز مبارک همان بود در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی 2021 و یا ایام نوروز. گمان میکنم این یک تحفه خوب خواهد بود. اگرچه موقع سیوم